قدر عمل باشه من نشابه نلخوشی و نمکیان که به کل مردم رو بخیر نمگذارم. بابا! من سلام علیکم مامان امروز اشتنی جانجارت یاد هستین خیلیته شمال برختم الوه خب بیلیشین دیگه وای 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 چه گپایه امر کنه بیشتره زنده باشین مادر شما خوبم تو مادرم چی که داری؟ یعنی میگم مادر شما خوبم نه تو چی که داری بزرگ؟ یعنی بجام مادر و پیار ماننده که یعنی میگم که اشتنم خوبم باش شکر زنده باشین تو امر کن چی میگی؟ شما اشتنی خوبم سلامت باشین مادر اولادا خوبم دیگه همه تو سردل داری تو بزی کارو ترکیه آورده درسته اما نوروزم یک فرغونی بدیم چی اگه داریم اگه بیلی داریم بدیم اگه سلطه داریم بدیم ما چیکار کنیم سلطه و بیله همه به کار داره کمی گل تیار کنه پس میارم گل برای چی میگی؟ بله گل برای چی میگی؟ ما یک قال ساگی تیار کنم خب بیله به کار گل به کار دیگه من میرم تو ما که فرغون نداریم میفهمیدی؟ هم بیلی دارم هم سلطه هم بسیم میارم دیگه چی میگی؟ خب هم بیلی داریم هم بیلی هم میارم در سال مکان دیگه که سکتو نگیره نه بابا بی اسپی نده رفته مامان امروز مامان امروز بله تو بله دیگه مگه خدا چی؟ مگه ساگه درسته گفتم ما دمی زنجیری بگی دیگه نگفتی که تو با بیلال خود نه نور میکنی دست من بگیری با بیلال در سرش مشتا کول کرد این بر بیاییم هم وقت استادن نمیتونید بیارده تو گفتم ما داره بگی که در وانش بگیرم زنده باشین خیر بریم مامان رو کوبه انم به حلاله نه حرومه یعنی بخورم خب بخور دیگه اینا که مامان امروز مثل تا خوله شما میت کایه خیر بریم تشکر خدا یه هم گناه کریمه تشکر با میارم ماما زودی بیاری با برم اینجا دا کجی جالب طبیعتی با بیا رقه فهمت بیا با تو کار دارم سلی جانجور خیریت تیار هستی شکر زنده باشی کار میکنی؟ برادرم ازم یک کمک که خودی برادری بکن چیکار کنم گیلا؟ بله چیکار کنم؟ برادرم بگیر باید از من گیلا تامین زمین کمک بردا بیا خیر بینی چیکار کنی؟ با کاره خود می چیکار بکنی؟ تو استینا خور ورزیم دب خلاص می چیکار کنی بگو پیسپیر پتکو پیسپیر پتکو تو نمیدون پور عمال خریدم نه بابا باشه خیلی چم بیستم حالا تو بگو گیلار می او خدا حقا منو شکارچی شو بگو گیلار می چیکار کنی برو بیاره بیا بیا
بیلن پشت باش شرفه برو بیار بده بگم بیارم کم یه دستا خورتر کو زلو دستا خورتر کو برو جلازن بیا گیرم بیا برو آفر چی؟ بیا بیا گیرم به من چی میخری با؟ چی؟ خودی تو کمک میکنم با یک دفعه تویلر میارم که ببری به جنگ تو سردل من طولا خوش من نمیه گیلن چیه ای؟ چیه من چی خبر ای کی نه؟ کی نه؟ یعنی کی نه؟ گیلن گیلی می منار اختیار کنی نه منانه ای با فسکه من نمیخوره منار جامی می اختیار کنی نه ای کی نه؟ او هم دیوال یه ای شطور همه می نه بابا بله ولی گیلن تو می چه کار بکنید پوشیدن ای بینم ایکوانه نه ایکوانه شطور تیار میکنم چی؟ شطوره که چه کار شایی؟ خود شطور تیار میکنم تو چی کرداری؟ خود نه تو بگو ما چه کار بشه سال که کمی خورتکیات رو هم تیار کنم ایتونی همقدر تازه بیشتر نی درسته؟ باشه تنه و شطور رو هم تیار کنم گیلن که چه کار میشه بابا تو چی کرداری؟ خب بابا تو دست آخر میگم خو عمال بگو سر وقته نه این تنه و شطور رو دست تو این منم برات تو میام تنه و این شطور او هم تونی خوب فهمیدی؟ بابا دست آخر میگم مثلا که چیه این باشه به هم نخوره خوبه؟ لا اول بگو که من بفهم چه کار بکنو کو کنک من به تو میگم چه زدگه به دست آخر میگم برای تو قرآن به تو گیره ندارم که میگه با برگردی خب من نوکرتونو به شیپی میای نه؟ به چی پی میای ها نظر آلی لاف کنم گپ بخو تو بگو که من بفهم خودی تو چه کار من بکنم چی؟ همین گلا و همین شاتور و همین کاران من چه کار کنی به چی خاطره چی؟ انا باشه ماما شاگل بیا مادم پرسان میکنه ماما شاگل شما بیای ماما جان سلام علیکم منده نباشه سلام منده نباشه ماما جان گیلا چه کار میکنی؟ ماما جان همین قیافه چیر داره همین منکلی همین 3-4 نفر 3-4 تا این که شطوره چی رقمه چی رقمه من میفهم یا نه خوب میفهمی یکی نه کدوم اگی؟ این دوم به شطوره این کوانی نه این جلوی نه این هم به نظرم کجیره ماما بله. شما چی فهمیدین که او کجیره خب انقدر اینه دیگه انقدر اینه اونه کجیره و یعنی پلوی شما بسید نابغه ماما شاگل نابغه ماما جان عقل کمال خیلی پخته داری یعنی تو انقدر تمونی بله ماما جان آنه استاده شو با پلوی بکو گیله گو گیله کنیه دیگه آنه شاخشم شاخ نوال بی سمر به جلو رو شما ایستاده این بی سمره نه پس سمر داره کی ای یعنی کارایی که میکنه چی کوری بابا خیل تو دیده چی؟ یعنی چی کوری یعنی خیل ماما دیده جان دیشب مادر من گفتم به پیار من میگفتم چی گفتم؟ میگفتم گل بیار شطور درست کن خب چی کار شد؟ آنی هم شطور خب گل بیار شطور درست کن این مطالیه مطالیه؟ بله چطور مطالیه؟ گفتم اگر یک جنجال میکنی یک کار میکنی میگم منال گل بیار شطور درست کن جنجال میشه یعنی شطور حالا راه نمیره؟ نه شطور به راه میره این یعنی مثلا اینجا تو جنجال شده گفتن گل بیار شطور درست کن ما وازی پس از صبح اینجا اسیریم پس این شطور راه نمیفته که شطور نه دیگه این شطور راه میفته که تو میفهمی که راه میره شما نمیفهم اینا نمیفهم هم بریم از ادام میشیرتری بپزیم اما مشاغل کی هوشیارتره به میقل ما؟ چری ماما شاگل میگی تو دیونه ای؟ همین بگو
تو هم اسم من نشنویدی تاله. چی اسم شما؟ شاگل خان. شاگل خان؟ آه شاگل خان شدیم ما؟ بله ها. درسته. تو بالا نفهمیدی. مامان جان بریم، شما به درد نمیخوریم. بریم. تو میفهمی من نمیفهم. بریم بگو گوسفندا خوراک ببریم که گوشت میام. بریم که بریم بپرسیم ما. تو بس اگه میشه که برای افتادک گردن شطور بگیر بیا. منو خاتونم تا تو. بس شیریکی نبریم مگن میفروشیم. بس مامان شاگل دروغ میگم. بس شاگل خان دروغ میگم. ما بریم مردم بپرسم. بگم گل بیا شطور درست کن. بابا جان خور حسیر از این نکو، برو برای کار خو. این مسئله گفتم گل بیا شطور درست کن. تو گل با بالا سرم میبسه. خاک برنگ دیلکس مراد دروغ این اسیر کرد. نورالله اشتنه کجا میبری؟ با فرقونی داری؟ میرم کمی کار بیارم از سرزمین به سرا. کار میاری؟ خب شطور بدیدم میگم یک دستوری کار جان با من بده و زمستان روی گوسفندا و مایم علف چیزی نیه. دستوری؟ دیگه و مرچه بهم شهر میدی و مردم میده با ما مغزر حساب کن. بیام ببرم چند حساب میکنی؟ چند حساب میکنی نورالله جو؟ $3 رمضان. من سوری 2.5 روپیه بفروختم. حالا کم به 2.5 اگر می بیا به خود کو اون ببره. اگر نه 2.5 بله امی اعمال هیچ هر چی که من دگم کار داشته باشم می گودری از ما میخره. خب منانه به شهر ببری بفروش. من 15 روپیه بیشتر میخرم. دامن بیشتر داره هر سوری. اشال کرانه ما تا اینجا گو 100 سوری بار میکنی میبری کرای ما چیکار کنه؟ میگم 150 روپیه بدم. دروغ میگی یا راست میگه؟ صبر کن من شک کنم دروغ میگی یا راست میگه. همین کاکا از اینا بیامده همانه همین جگاه میگم که این زبان چیزه فرض مساله راست میگم یا دروغ میگم؟ کاکا دروغ میگه. زده خب بفهمدم ریش سفید دروغ میگه. چی میگی تو ضرب المثل؟ بابا جان دیشب نانیما و بابام گفتن گل بیا شطور درست کن. خب کباب رو من رو بگنج بفرشم. خب ما و کجیر به تا کوچه گل بیا و شطور درست کردیم. منال ماما شاگل خان بیا بده کاکا ازی که میگه این گپ فرض المسئله. چند تا نانی تو بابا تو از شطورا بفروخته بیدن کار تو ما برو دیواره بفروش. زمان قدیم گفتن گل بیا شطور درست. گپ بیلا میزنه. برو ضرب المثل نیه گپ تو صحیحه. برو نورالله جو 150 روپیه میدی یا نه؟ نه برو من 2.5 کمتر نمیدم. اگه می بیا به خود یک سوری کوی به 2.5 روپیه میده. من 25 روپیه. حالا شطور اشتن ضرب المثل. بردار که ما معامله خود از علفه اصل کنم. لا گو ضرب المثل یا برو ما دل جام بس برو. کاکا تا دروغ میگه. خب کاکا ما دروغ میگه. کار میکنه که شطور از اینجا حرکت کنه برای اون باور داره بابا. بلن جو بیکاری. اصلا تو میفهمی چی میگه؟ بیا که برای خودم کار جا. خب شطور چه کار؟ شطور بابا تو آخر که کار خلاص شد میگم که چه کار. بابا بیا که برو فرقونه برو. برو سر زمین معنی ما. فهمیدی با اول آخر گپ ازی. فرقونه برو بابا. نه از خود از میگه با تا سرا گیل تیار میکنین که شطور گیل آورده بدین که شطور تیار کنه. چند سال ما بله. خب چه کار کنیم ما نمیدی به سال دنیا صد کمتر نمیدم. اگه می بیا نه 170 و 180 هم نمیدی. هیچ کم نیست. اگه مسی با بیا اگه مسی با بیا ببر به 2.5 تو دیونی کاکا به 160 و 170 روپیه میبری به شهر میفروشی. به ما که برسید بابا 2.5 میدی. براره خوربه گردم اگه تو به 180 از شهر بخری مجبوری. صحیح نورالله فقط کات و طلا داره. خب بوخور 15 روپیه بالا نمایا.